قاعده ششم: خانه خود را به یک کارخانه فایده آور تبدیل دهید. زندگی هر انسان از دوران کودکی تا دوران پیری او ادامه می‌یابد. این راه زندگی است و هیچ کس نمی‌تواند از آن منحرف شود مادامی که خدا او را به آن دنیا فرا بخواند. به خاطر این من میگویم که بر هر انسان واجب است تا درآمدی مناسب برای روزهایی که در آینده می‌بیند برای خود مهیا کند. روزهایی که دیگر جوان نیست و باید برای راحت خانواده‌اش همه چیز مهیا کند. برای روزهایی که دیگر با آنها نیست. این درس باید بر شما بیاموزاند تا همیانی پوری پول برای زمان پیری که دیگر توان یادگیری و کار ندارد تهیه کنید. این گونه حرکت صنف خود را در روز ششم به پیش برد. انسانی که به علت فهم قانونها ثروت در حالت جمع کردن ثروت و سرمایه می باشد باید با آن روزهای دور فکر کند. او باید روی برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها برنامه‌ریزی کند که تا سالهای زیاد باقی بماند و حتی تا زمانی که شما عاقلانه آن را پیش بینی کرده بودید باقی بماند. راه‌های گوناگون و امن برای تأمین آینده برای یک انسان وجود دارد. او ممکن است یک مخفیگاه برای خود انتخاب کند و گنج نهانی خود را در آنجا نگهداری کند. مهم نیست با چه روش جمع کند. با این حال ممکن است گنجش مورد تاراج دزدان قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد میکنم که این کار را انجام ندهید. شخص ممکن است برای تأمین این هدف خانه و زمین بخرد. اگر آنها با دانش برای استفاده و ارزش آینده انتخاب کرده شوند، آنها اموال غیر منقول برای انسان در ارزش درآمد و فروششان فایده خوب به دست می آورند. ممکن است شخص پولی خود را نزد وام دهنده سپرده بگذارد و در دوره‌های مشخص آن را افزایش دهد. فایده که وام دهنده به این مقدار تعلق می دهد به صورت بالاروی زیاد می شود. یک کفاش با نام انسن را می شناسم که چند وقت پیش برایم تعریف کرد که برای 8 سال هر هفته 2 تنگه نقره پیش یک وام دهنده به امانت می گذاشت و آن وام دهنده اکنون حساب را ارائه داده که او را به وجد آورده. امانت‌های کوچکی او با فایده 25% در هر 4 سال حالا تبدیل به 1040 تنگه نقره شده است. من با خوشحالی با استفاده از دانشم در زمینه علمی عدد برای خانه کردن او تشویق کردم که اگر تا 12 سال دیگر همین طور هفته 2 تنگه به آن مردی وام دهنده بپردازد، پس از این مدت وام دهنده به او 4000 تنگه نقره پس می‌دهد، ثروت کافی برای باقی عمرش. وقتی که یک چنین پرداخت کوچک با این ترتیب یک چنین نتیجه ارزشمند می‌دهد، هیچ شخص نمی‌تواند از خیر چنین گنج برای زمان پیری خود و خانواده‌اش بگذرد. مهم نیست که تجارت و سرمایه گذاری چقدر پول با او بدهد. میخوام بیشتر در مورد این قضیه صحبت کنم. در ذهن من اعتقاد وجود دارد که روز افراد خوشفکر برنامه برای بیمه کردن خود در دوران میان سالی طرح میکنند. به وسیله آن طرح این افراد با پرداخت‌های جزئی و دائمی که مانند مصالح کوچک میمانند، ثروت انبوه را برای خانواده خود پس از مرگ کنار میگذارند. این به نظر من آرزوی دستیافتنی است و من به شدت عمل به آن را توصیه میکنم. ولی دستیابی به این هدف مطلب طولانی مدت است و به اندازه عمر شخص طول میکشد. این برنامه باید مثل تخت پادشاهی محکم و استوار باشد. فکر میکنم این برنامه روز احسان برای بسیاری از انسانها باشد. زیرا حتی اولین پرداخت شما آینده آسوده را برای خانواده شما فراهم میکند. ولی چون ما در زمان حال زندگی میکنیم، نه در زمانهای آینده باید از راه‌ها و برنامه‌هایی که اهداف ما را در زندگی حال تأمین میکنند نیز استفاده کنیم. بنابراین به همه توصیه میکنم با افکار خوب و عاقلانه و با استفاده از متد مناسب در سن جوانی و میانسالی به فکر پر کردن جیب خالی خود باشید. مردی که دیگر نمیتواند جیب خالی خود را پر کند و خانواده‌ای که سرپرستیش را از دست داده باشد فاجعه بزرگی هستند و این ششمین علاج برای جیب خالی بود. به طور جدی به تأمین نیازهای دوران جوانی و میان سالی این چنین تأمین خانواده خود پس از مرگ بپردازید.